در مهمونی صدا پایتخت گل و دل و سخن است. نه، دوشنبه که جانی من است. شنونده عزتمند، بازم خاطررسان میکنیم که مهمونی برنامه برگ سبز بودن در تحت عنوان در مهمونی صدا هنرمند مردمی تاجیکستان استاد بهادر نعمت و خیلی قصه جالب رو برای ما در روز فعالیت 26 سالگی رادیوی صدای دوشنبه قصه کردن، چون سوال کردیم که سهم رادیو در پیشرفت امروز و دیروزه که ما زندگی بسر داشتیم تا به امروز و قصه ها خیلی زیادند و صحبتشون نیست، خیلی روان است. من میخواید در همه خب بار دیگر 26 سالگی صدای دوشنبه مبارک باشد و شما موفقیت، کامیابی های بی‌نظیر آرزو میکنم برای دعوت رحمت سنگولای و بنفشه بانو نیز موفقیت ها میخواهم در نقشه های آینده باشم و به همه شنوندگان طبع خوش والیده، فیض و برکت و تنسیت خواهم. بله شنوندگان عزیز، بازم خوش آمدید. این صحبت اول و آخری ما نبود، بازم در صحبت های آینده با استاد در صحبت میشویم.